هنگ درام سازی است که از میان سازهای سنتی بومیان آمریکای جنوبی و آفریقا الهام گرفته است. ساز هنگ درام در سال 2000 به وسیله 2 نفر از سازندگان سازهای کوبه‌ای با نام‌های سابینا شارر و فلیکس روهر به دنیا معرفی شد. با توجه به تاریخچه ساز هنگ درام، این ساز در سال 2001 در فستیوال موسیقی وارد دنیای موسیقی شد. یکی از نکات مهم در مورد تاریخچه هنگ درام این است که نسل اول این ساز در بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی در مقیاس‌های مختلف و تا 45 صدای مختلف تولید شد. در طول سالهای 2001 تا 2004 این ساز دارای 8 نوت بود، ولی در سال 2006 سازندگان این ساز نسل جدیدی از این ساز را ارائه دادند که 7 نوت داشت. درام یکی از قدیمی ترین سازهای جهان است که ستون موسیقی برای گروه می باشد. سازی که قلب هر گروه موسیقی است و ریتم را حفظ می کند. درام، درامز و یا درام کیت سازی است که از چندین ساز کوبه‌ای تشکیل شده است و نوعی هماهنگی خاص بین گروه به وجود می آورد. این ساز امروزه بخش جدا نشدنی موسیقی پاپ و کنسرت ها می باشد. از درام در رژه های نظامی و موسیقی نظامی استفاده می شود و دارای طرفداران زیادی در هر سبک است. سازی قدیمی به قدمت تاریخ که دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است تا به شکل امروزی تغییر شکل یافته است. درام های قدیمی به شکل تنه درخت بودند که بر روی آن پوستی کشیده شده است. در حقیقت مشخص نیست برای اولین بار این ساز توسط چه کسی و کجا ساخته و نواخته شده است. بر حسب شواهد به دست آمده، درام الیگیتور قدیمی ترین درام است و دارای قدمت زیاد حدود 5500 سال قبل از میلاد مسیح است که در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفت و از خاک رس و پوست تمساح ساخته شده است. گیتارهای باستانی اولین ساز زهی که شبیه گیتار است حدود 3500 سال پیش دیده شد که قدمت آن به دوران مصر باستان باز می گردد. در آن زمان استفاده از آن به عنوان تنبور توسط هارموسا که خواننده مصری هتشپسوت ملکه مصر بود بسیار محبوب. این ساز تنها 3 سیم داشت و از پوست خام و چوب سرب ساخته شده بود. این مدل بیشتر الهام بخش بسیاری از سازندگان برای ساختن نوع مشابهی از سازها شد. هنگامی که به اروپا آورده شد، سازندگان اروپایی این مدل را بداهه ساختند تا لحن، تنظیم و ثبات بهتری داشته باشد. از این مدل ها به عنوان لوت یاد می شد که امروزه نیز یکی از سازهای گیتار مانندی است که از آن استفاده می شود. در طول آن زمان گیتار بیشتر در فضای باز استفاده می شد، بنابراین رطوبت و دما می تواند به شدت بر ساختار چوب گیتار تأثیر بگذارد. به همین دلیل لوت به گونه‌ای طراحی شد که گردن کوتاه‌تری داشته باشد تا ناپایداری را جبران کند. و البته اولین گیتار آکوستیک 6 سیم توسط یک لوتیر ایتالیایی به نام ویناچیا اختراع شد. لوتیر اسپانیایی به نام ژورادو طراحی مدرن گیتارهای آکوستیک را که امروزه معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد توسعه داد. اختراع پیانو توسط بارتولومو کریستوفوری انجام شد. البته افراد دیگری هم در آن نقش داشتند. این مخترع در ایتالیا زندگی می‌کرد. در سال 1655 متولد شد و در سال 1731 از دنیا رفت. فرد در ابتدا ساز پیانوی میزی را اختراع کرده بود و به دلیل آگاهی هایی که در مورد دستگاه های کیبورد موسیقی داشت شروع به پیشرفت کرد. هنوز هیچ کس تاریخ دقیق اختراع پیانو را نمی‌داند، اما تحقیقات نشان می‌دهد که در سال 1700 اولین بار پیانو در یک خانواده اشرافی یافت شد. به همین دلیل تخمین زدند که پیانو احتمالاً در سال 1698 برای اولین بار اختراع شده است. این فرد 3 پیانو ساخت که هنوز هم موجود هستند و به سال 1727 برمیگردند که از دوستهای خانوادگی آنها به نام سباستیان لبنانز قرار دادن کلیدهای سیاه و سفید روی پیانو را به آنها پیشنهاد داد. اما جالب است بدانید که پیانوهای اولیه هم که توسط کریستوفوری ساخته شده بود به طور کاملا تصادفی کلیدهای سفید و سیاه داشتند.
تاریخچه ویولون در اروپا به قرن نهم میلادی باز می‌گردد. بسیاری معتقدند که ویولون نمونه تکمیل شده ساز رباب است. رباب سازی است که بعدها وقتی به اروپا آورده شد و تغییراتی در آن به وجود آمد، به نام ربک در اروپا شهرت گرفت. برخی بر این باورند که ساز ویولون از کشورهای عربی آمده است. فرم‌های اولیه دارای سوراخی بودند که بر روی ساز قرار داشت، اما بعدها این سوراخ از بدنه سازها حذف شدند و این ساز با 3 سیم سرآغاز ساز ویولون تکامل یافته در سالهای آینده شد. در اروپا از قرن 16 میلادی به بعد ساز ویولون به صورت تکامل یافته دیده می شود و اولین سازندگان ویولون می توان به گاسپارو بریتولی ایتالیایی نام برد. در برخی موارد وی را مخترع این ساز می دانند. از شاگردان مشهور گاسپارو بریتولی آندرا آماتی بود که او هم بهترین سازنده ویولون در سطح جهان یعنی آنتونیو استرادیواری ایتالیایی را پرورش داد. اکنون کسی در جهان پیدا نشده که نه تنها بتواند هنر او را تکمیل نماید، بلکه قادر نبود ویولونی بسازد که از حیث زیبایی و صوت بتواند با ویولون‌های آنتونیو استرادیواری برابری نماید. ساکسیفون. این ساز را آدولف ساکس در دهه 1840 اختراع کرد و به نام او ساکسیفون نام گرفت. آدولف ساکس زاده شهرستان دینان در بلژیک است. ساکسیفون جزو سازهای بادی چوبه تک زبانه است. در قرن 20 که جاز و بلوز به موسیقی اول غرب تبدیل می شد، ساکسیفون هم جایگاه خود را پیدا کرد. در ساکسیفون هم مانند دیگر سازهای بادی بین تکنیک و تنفس تأثیر مستقیمی وجود دارد. بیشتر طرفداران ساکسیفون هم سیاه پوستان بودند که به پرنفس بودن شهرت دارند و یکی یکی جادویی جدید به صدای آن اضافه می کردند و نامشان را در تاریخ نوازندگان ساکسیفون جاودانه کردند، مثل چارلی پارکر. کمانچه یکی از سازهای موسیقی ایرانی است. این ساز علاوه بر شکم، دسته و سر در انتهای پایینی ساز پایه‌ای دارد که روی زمین یا روی پای نوازنده قرار می‌گیرد. پای از کمانچه معروف به کمانچه لری وجود دارد که پشت باز است و مردمان لر به آن تال می‌گویند. نخستین نشانه‌های تاریخی درباره کمانچه در کتاب موسیقی الکبیر اثر ابونصر فارابی در سده 4 هجری دیده شده است. او در این کتاب از کمانچه با نام عربی آن یعنی رباب یاد می‌کند. کمانچه در دوران صفویه و قاجاریه جزو سازهای اصلی موسیقی ایران بوده است. نخستین صدای ضبط شده کمانچه به اوایل قرن 20 میلادی بر می‌گردد و از سازندگان شاخص این ساز می‌توان به محمد رضا ایلدار ژاله، ابراهیم قنبری مهر اشاره نمود. آکوردئون از جمله سازهای صفحه کلیددار است که صفحه کلیدهای آن که درست مانند کلیدهای پیانوست در قرن 12 اختراع شد. نخستین سازی که پیشرو آکوردئون محسوب می شود در سال 1829 میلادی توسط مردی استرالیایی به نام دامین ساخته شد. آکوردئون پیانویی تا پیش از سال 1910 برای مردم اروپا ناشناخته بود. پس از آن مردم آمریکا با آن آشنا شدند و سپس به روش‌های گوناگونی تکمیل گردید و در سال 1937 در یک ارکستر سمفونیک از آن استفاده شد. آکوردئون پیانویی در یک طرف 120 کلید بم و در طرف دیگر 41 کلید زیر دارد.